امروز 21 نوامبر است و من شعله گلخوجه برنامه خبری رادیو آزادی رو تقدیم شما عزیزان میکنم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش رو به سرخط موضوعها توجه کنید. سرباز شکار در دل شب برای پورا کردن نقشه دعوت همه وسیله ها به کار می روند. در روزهای آخر موسم سربازگیری جلب اجباری به ارتش ادامه دارد. اداگرد خواند آمدن تریزر یا مرتب پشیدم زد تریزر شکست دشنون کرد که بخواه میبریم. جسد و یا سری سگ برای حقگویی در قزاقستان آزاداندیشان را با شیوه دهشتناک میترسانند. سیاسی گوزقراسم سخن من حق است و من بر ضد توسعه حضور چین هستم. هدف آنها بدون شبهه ترسانیدن من است. چرا تماشابینان تاجیک تدریجاً از دیدن تلویزیون های دولتی دست کشیده در جستجوی خبر به شبکه اینترنت سر میزنند؟ بچه های با تخیلات و با مفکوره تازه باید که در تلویزیون ها جلب شوند تا که اونها برنامه های قابل توجه بیننده رو تهیه کرده توانند. اما شروع میکنم از خبری دیگر. در 10 سال آخر 25 نفر از دادرس‌ها در تاجیکستان بنابر جنایتکاری زندانی شدند. این امور امروز از زبان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با کارمندان سودها، دادستانی، کمیته امنیت و آژانسی مبارزه با کروپسیا در دوشنبه صدا داد. امامعلی رحمان از جمله گفت در این دوره 16 نفر کارمند دستگاه‌های سودها برای صادر کردن جنایت محکوم گردیدند. اشاره پرزیدنت از دست به جنایت زدن سودیه‌ها بیشتر مربوط به حادثه های رشوتخوری دادرس‌ها است. معمولاً با گذشت چند وقت از رسانه‌ای شدن چنین خبرها، امامعلی رحمان دادرس‌ها را با عباره بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند از کار می‌راند. رو می‌آوریم به موضوع جنجال برانگیز. تا انجام موسم تیرمایی دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی خبرها درباره جلب غیرقانونی جوانان به ارتش و یا به اصطلاح مردمی ابله کم نمی‌شود. گذشته از این به گفته ساکنان ولایت ختلان اکنون فرزندان آنها را شبانگاه نیز تلاش بردن به خدمت می‌کنند. مهم نیست که نفری به چنگ افتاده قابل حفظ وطن را دارد یا نه. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش آماده کرد و آن را عبدالله اشورف تقدیم میکند. خیلی ترسان شده که این روزها هم با بیرون نمیبریم. جمشید رحیموف یک ساکن دانشجوی شهر کولاب را وقت مغازه میرفت 4 نفر بازداشت و تلاش کردند اجباراً به ماشین سوار کنند. این واقعه شب 19 نوامبر در محله چرمگران پایان اتفاق افتاد و پس از رسیدن نزدیکانش به جای حادثه و جمع شدن مردم او را رها کردند. او گفتن که ما را با فرمان رئیس شهر نه پروکراتور گفته یا همه مقاماتو خستگی در شب ما اومده ابلاغ کردیم. اما در روزهای آخری موسم سربازگیری این اولین شکایت در کولاب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست می زنند. در یک هفته اخیر ده‌ها شکایت از ناحیه‌های فرخار، همدانی، مومن آباد و واسع رسیده است که طبق این نامه‌ها مقامات مجبوراً وارد خانه‌های مردم شده و فرزندانشان را می‌گیرند و به خدمت سربازی می‌فرستند. به گفته ساکنان مقامات پروا ندارند که فرزندان آنها بیمار است یا معیوب، مجبوراً با خود می‌برند. خانه شد در آمده کل دور در جدت شما فرمای واینی دور قطعی آمدن اداگرد خواند آمدن تریزر یا مرتب پشیدم زد تریزر شکست دشنون کرد که بخواه میبریم. مادری ساربان میسایف میگوید فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را طبابت میکردند. میسایف میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانیده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه ربودند. وضع صحتی ساربان پس از این بازداشت خیلی بد شده است. تاکسی را تلفن کردیم اومد ای خونه ای را گرفت رفت بعد او را هم تانه بروردنش به همون درون آمد دعوا کردیم که مرا بچه دیگری ما این دعوای کمد بود هوا درونی وای کمدن همون او را بردن دختر گذاروندن این را خوی نداده است. گفتم که ببرورین شامو را همون درون ببرورین که با نترسه که هم خدمت میبرن هم دو درما خطون او را بردیم بعد دست داده نه اینا. خانواده میسایف تنها خانواده نیست که فرزندی بیمارشان را سرباز شکار میکنند.
طاووسبی رجبова مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله میگوید پسرش یک پای کوتاه و میانی شکسته داشت ولی در دوشنبه او را بازداشت کرده به خدمت بردند. و این پرکاتورای کو شهر کلاب کو دارم جا نوشتم بو بایجا را رفتم دندانه من کمد میرم میگم که خیر اقلا بکنم کاغذی کمی دکتر گذاشتگی بود امیرا بیارم مرا بتین میگن که نیستی خیلی دیلا هم تری دیلایی که هم بچه ترا هم جواب داده باشه نیستی. جلب مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم با نام ابله و یا سرباز شکار مشهور است، ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آنها ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش بردند. مقامات پیوسته وجود ابله را رد می‌کنند. شکایت‌ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می‌دهند که با اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 95% اجرا شده است. و بینندگان عزیز اگر شما نیز شاهد حادثه شدید، منظره جالبی رو دیدید و یا خبر مهم شنیدید، از روی آسان و بی خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420 724 05 66 81 و یا 420 724 05 39 59 فرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کاری ما را آسان تر میکند. با رقم وایبر رادیو آزادی 420 725 60 22 13 نوار، عکس و خبرهای خود را لطفاً به ما ارسال نمایید. در قزاقستان یک فعال حقوق بشر که نظر انتقادیش را راجع به مسائل و محبوسان سیاسی بیان میکند در شکل وحشتناک ترسیدند. متاسفانه در این کشور آسیای مرکزی در گذشتن چنین موردهای تهدید به آزاداندیشان جای داشت، اما هیچ یک از دستاندرکاران پیدا و مجازات نشدند. تفصیلات از فرود یوسفی. افراد نامعلوم ماشین فعال حقوق بشری قزاق نورجان محمدов را تخریب نموده در کرسی راننده کلای سگ را جای دادند. تیره‌های ماشین شکسته، هوای چرخ‌هایش خارج و در تن آن کلمه ناجا نوشته شده است. من این عمل را با افکار سیاسی هم مربوط می‌دانم. هیچ شبهه ندارم. سخنی من حق است و من بر ضد توسعه حضور چین هستم. هدف آنها بدون شبهه ترسانیدن من است. محمدов مخالف توسعه روزافزون حضور اقتصادی چین در قزاقستان است. او همچنان به حمایت از محبوسان سیاسی و مردم بیخانه و جای صدا بلند کرده است. سالی روان محمدов چند دفعه به مدت کوتاه حبس شده است. طرفداران محمدов به اداره دادستانی رفته تفتیش حمله را طلب کردند. تفتیش این قضیه اوباشی آغاز یافت. حادثه همین روز به وقوع پیوسته است. پس تفتیش رسما شروع شد؟ بله، ما از پلیس عریضه خاص دسترس کردیم. در گذشته نیز به ژورنالیستان مستقل قزاقستان جسد سگ و یا سر سگ فرستاده بودند. در اینجا حقوق‌های ما حمایت نمی شود. در کشورهای مترقی سگ را هم حمایت می کنند و کمک طبی می رسانند. در اینجا از حقوق مردم و فعالان جمعیتی دفاع نمی کنند. ما را برابر همان سگ احترام نمی کنند. این بار اول نیست. اخیراً اثنای مرافعه پرونده نورجان محمدov ماشین وکیل مدافع او را تخریب کرده بودند. آنها در مسافه 10 متر از بینای دادگاه و در روبروی دوربین نظارتی این کار را کرده بودند. فعالان حقوق منتظر نتیجه تفتیش هستند. 21 نوامبر در جهان همچون روز تلویزیون یاد می شود، اما ظاهراً طور جهانی تا رفت موقع آینه نیلگون را در تاجیکستان تنگ می کند. هرچند طبق پژوهش آژانسی آمار آیله های تاجیک از میان اسباب‌های روزگار بیش از همه تلویزیون دارند، ولی محتوای دلگیر کننده و یک رنگ تلویزیون های دولتی شمار بیشتری نسل جوان و نه تنها آنها را از نزد اکران ها دور کرده است. افسانه اکابر شو موضوع را ادامه می‌دهد. گلجمال فرصت خالگی خود را مثل اکثر ساکنان تاجیکستان با تماشای تلویزیون می‌گذراند، اما او شبکه‌های تلویزیون‌های ملی را چندان هوس تماشا کردن ندارد. بیشتر وقت با تلویزیون‌های خارجی ماهواره‌ای برتری می‌دهد. نه اونقدر تقنعاتمندیم برای که همون چیزاشون
بسیار چیزاشون هم میپوشیده، مثلا خبرهای کریمینالی که در تاجیکستان رخ میده همین ما دیگه شبکه‌ها تماشا میکنیم بسیارتر. سبب به تماشای شبکه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای خارجی رو آوردن خود را گلجهان وجود نداشتن بعضی برنامه‌های مقبولش در تلویزیون‌های داخلی میگوید. از این رو بعضی کارشناسان پیشنهاد میکنند که محتوای برنامه‌های تلویزیون‌های وطنی توسعه داده شود. سطح برنامه سازی شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان امروز واقعا هم تغییرات می‌خواهد و نیاز دارد به یک تبادلات تازه در دنیای سینما، در دنیای تلویزیون و بچه‌های با تخیلات و با مفکوره تازه باید که در تلویزیون‌ها جلب شوند تا که اونها برنامه‌های قابل توجه بیننده را تهیه کرده توانند. ساکنان در بعضی کشورهای دنیا منتظم از استفاده منابع اطلاع‌رسانی معمولی خصوصا تلویزیون دست کشیده در جستجوی خبر به شبکه اینترنت سر میزنند، اما در تاجیکستان این روند بیشتر مورد در میان جوانان دیده می شود. جوانهای حاضره فقط خبرهایی که مخصوص مثل سریال هایی که میخوان تماشا کنند بسیار وقت از اینترنت دسترس میکنند. آدمایی که مثال کمتر کلانسال از مثال تلویزیون. نبی یوسفوف محقق برنامه تلویزیونی افزایش توجه جوانان به دریافت اطلاع از شبکه‌های اینترنت را تصدیق می‌کند. بر اساس تحقیقات مشترک او با مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکاله حالا تلویزیون همچون منبع اطلاع تنها برای آدمان کلانسال باقی مانده است. از شبکه اینترنت اکثر مورد ساکنانی از 18 تا 35 ساله استفاده می‌کنند. معلومات کامل را ما فعلا از روزنامه‌های جمعیتی و سیاسی و شبکه اینترنت دریافت می‌کنیم، آن هم در اکثر موارد از شبکه‌های اینترنتی، زیرا روزنامه‌ها حالا در یک هفته یک بار به نشر می‌رسند و در شرایط حاضر استفاده برنده را قانع نمی‌کند. واسطه‌های اخباری عامه اینترنتی در همین لحظه و همین مکان می‌توانند معلوماتی بیشتر و فراختر را رسانند. تلویزیون به این قادر نیست. محتوای تلویزیون های ما بیشتر تفریحی و بعداً دیگر موضوعها. در تاجیکستان فعلا 6 شبکه تلویزیونی دولتی سراسری فعالیت دارد. همچنین شهر دوشنبه و ولایت ها نیز شبکه های تلویزیونی خود را دارند که اخیراً این شبکه ها از طریق ماهواره نیز نشر می شوند. تعداد تلویزیون های خصوصی خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند. در واقع بیشتر به شبکه‌های اجتماعی رو آوردن کاربران توجیک در حالی است که متخصصان میگویند به خطر اینترنتی برای تاجیکستان یک مسئله داغ است. استفاده فراوان فیسبوک و یوتیوب باعث پیدا شدن افراد یا گروهی به اصطلاح خرابکار شده است که برای بی‌آبرو کردن شخصیت‌ها و یا از میدان برآوردن مناقضان حکومت و نمایندگان مخالفان به کار میبرند. همکاران ما از چند راهگذر در دوشنبه پرسیدند که آیا باری هم در این شبکه‌ها مورد تحقیر و تهدید قرار گرفتند یا نه. قدر میدونم که جواب احمق سکوت است. بهترین سلاح این سکوت کردن ایستادن، اما بسیارتری وقت به ضرر خودی ما هم میشود. وقتی که خاموش میسیم اونا فکر میکنن که ما غلبه کردیم. در شبکه‌های اجتماعی هستم و یگان بار تحقیر هم نشدم، چون که با گپ‌های بیهوده من نمی‌نویسم. گپ‌های بیهوده من بسیار نمی‌شنم، برای ما را تحقیر نکردم. البته من در شبکه‌های اجتماعی موردی تحقیر قرار گرفتم، با من دشنام هم دادن و معمولا و در بیشترین حالت‌ها این با در نظر داشت بعض افکار دینی و یا بعضا افکار بی‌سوادانه مردم است که نمیتوانند من را گفته‌های مرا درک کنند و موردی دشنام و حقارت مرا قرار میدهند. آیا شما نیز بینندگان عزیز با مناسبت نوجو در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدید و یا عموماً به چنین عمل‌ها چی نظر دارید؟ می توانید راحت در زیر همین پرسش که در شکل مفصل در آزادی ویدیو گذاشته می شود نظر بدید. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش‌های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو بینندگان عزیز تماشا کنید. شبکه‌های اجتماعی نیز در خدمت شما است. یادتان نرود که فردا شما را نوید بامدادی منتظر است. خدا نگهداری هر یک شما.